احساس میکنم اگر عکاسی نبود برای من اتفاقات خیلی بدی میافتاد. از اونجایی که از بچگی آدم خجالتی بودم و در جمع احساس میکردم که همه نگاه ها روی منه و باید طوری رفتار بکنم که کسی ناراحت نشه یا کار زشتی انجام ندم، طبیعتاً مثل خیلی از بچه‌هایی که همسن سال خودم بودن سعی میکردم که سکوت کنم یا حرفی نزنم به اون صورت. اما خب به نقاشی خیلی علاقه داشتم. یه بچه 7-8 ساله خیلی از نقاشی چیزی متوجه نیست و صرفاً برای اینکه بتونه خودش رو شاید توی اون خط خطی ها کشف بکنه یا به نوعی بخواد به جهان اطرافش اعلام بکنه که من چه استعدادی دارم، سعی میکنه که فقط پشت همدیگه نقاشی بکنه و خب طبیعتاً نیاز هستش که کسی در اون دوران و در اون برهه سنی شما رو دائما چک بکنه، کارتون رو ببینه یا در مورد کارتون نظر بده. نزدیکترین کسی که در زمان میتونست این کار رو انجام بده مادرم بود که خب طبیعتا به خاطر مهر مادری و حالا شاید علاقه‌ای که خودش هم در کودکی به نقاشی داشت میتونست نظرات مثبتی رو نسبت به اون نقاشی به من بده که باعث به اصطلاح رشد و یا شاید شکوفایی من بشه. اما رفته رفته قضیه جدی‌تر شد و من دیگه تقریبا در دوران تحصیل ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اون زمان به نوعی با آدمی تبدیل شده بودم که یکی از امتیازاتش و آپشن‌هاش نقاشی کشیدن بود و میشه گفتش دوره دیپلم من در زمان، حالا بگم که 17-18 سالگیم، در حقیقت در دوره‌ای قرار گرفت که خورد به دهه 80 و اون اتفاقاتی که از لحاظ تکنولوژیک و از لحاظ ابزارهای ارتباط جمعی انقلابی داشت در دنیا رخ میداد و به نوعی چون پیشینه عکاسی هم در خانواده ما طولانی هست و پدر من عکاس جنگ بود به نوعی و عکاسی میکرد، من با دوربین خیلی غریبه نبودم. اما خب به خاطر شرایطی که اون موقع وجودش و حساسیتی که پدرم نسبت به دوربین عکاسی داشت، خیلی فرصت و مجال این وجود نداشت که من بخوام به دوربین عکاسی حتی نزدیک بشم، چون یه حساسیت خیلی خاصی نسبت بهش داشت که خدای نکرده خراب نشه. حالا طبیعتاً من فقط عکاسی رو میدیدم از نزدیک، یعنی نحوه عکاسی کردن و دوربین عکاسی رو از نزدیک میدم، اما جرأتی نداشتم که بخوام بهش نزدیک بشم. و میشه گفتش اگر بخوام خیلی سریع و حالا خلاصه بخوام بگم، من اولین دوربین عکاسی که تهیه کردم با حقوق دوران خدمت سربازیم بود و اینکه برای اولین بار تونستم یک دوربین DSLR بخرم که اولین دوربینم D450 کانون بود که هنوزم دارمش. اتفاقا خیلی چیز جذابی بود و وقتی که اینو خریدم عملاً وارد دنیای دیجیتال شده بودم، یعنی اصلا با عکاسی آنالوگ آشنایی نداشتم و طبیعتاً مثل خیلی از کسایی که برای اولین بار دوربین دستشون میگیرن و خب خیلی از اتفاقات براشون میفته، یعنی یک کشف و شهودی رو باید دائما داشته باشن، با یکی از نزدیکترین دوستانم شروع کردیم به عکاسی کردن که اون هم البته دوربین عکاسی نداشت ولی به عنوان مدل میتونست در مقابل دوربین من بایسته و من هر آن چیزی که توی ذهنم بود به عنوان یک عکاس مبتدی رو روش تست میکردم، چون به عکاسی پرسه خیلی علاقه داشتم، بیشتر از شاخه‌های دیگه عکاسی حقیقتا. و ماحصلش میشد این که ما در طول هفته شاید ساعتها و ساعتها در طول روز، حالا 4 صبح باشه، 6 بعد از ظهر باشه، نمیدونم دم ظهر باشه، هر ساعتی رو ما تست میکردیم ببینیم که در شرایط نوری مختلف عکاسی به چه شکل. به توصیه برادرم گفتش که تو اگر که به این کار علاقه داری باید خیلی اصولی اونو یاد بگیری و وارد دانشگاه شدم و عکاسی خوندم. بعد از فارغ از تحصیل احساس کردم که میتونم این رشته رو به عنوان یک شغل برای خودم انتخاب بکنم و وارد جرگه عکاسی شدم. اما آن چیزی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم
این هستش که عکاسی در زندگی من چه تأثیری گذاشت و من تونستم روی عکاسی خودم چه تأثیری بذارم. به نظر من در طول این سالها به خاطر خصوصیات اخلاقی که خودم داشتم، حالا میشه گفتش هم خجالتی بودم و دایره دوستان خیلی کوچیک هم داشتم، عکاسی بزرگترین کمکی که تونست به من بکنه این بود که من رو با آدم‌های خیلی زیادی آشنا کرد و به خصوص چون به عکاسی پورتره علاقه داشتم، خب طبیعتاً از آدم‌های خیلی زیادی شروع کردم به عکاسی کردن. اوایلش طبیعتاً خیلی رفاقتی و خیلی دوستانه و عامل منفعه بود یه جورایی، ولی کم کم احساس کردم که میتونم از این طریق حتی درآمد هم داشته باشم، چون پروسه ما از اون جایی شروع شد که برادرم چون ترانه‌سرا بود و با یک آهنگسازی هم همکاری میکرد، کاورهای آهنگ رو برای اون ترک من بعد عکاسی میکردم و طراحی میکردم. این آغاز یک راه جدی بود برای عکاسی من. خب طبیعتاً شما در کنار علاقتون به کسب درآمد هم بپردازید، خب مطمئنا جذابتر میشه و به نوعی تشویق شدم که این کار رو ادامه بدم. همزمان از آدم‌های مختلف هم عکاسی میکردم و سعی میکردم که در رنج سنی مختلف باشن، از بچه 2 ماهه بگیر تا مثلا دختر 5 ساله، تا مرد مثلا 40 ساله، تا پیرمرد 700 ساله و دائما داشتم خودم رو در عین این که در عکاسی داشتم محک میزدم، طبیعتاً ریاکشن های افراد و علاقه‌ای که نسبت به عکس‌ها نشون میدادن، ذوقی که میکردن، هیجانی که داشتن، دائما من رو ترغیب به این میکرد که بس من مسیر درستی رو دارم طی میکنم و به نوعی میشه گفتش که در یک کلام اگر بخوام بگم، عکاسی برای من یک مسیر نجات بخش بود. چرا که اگر عکاسی وجود نداشت در زندگی من، مطمئنم که همون انسان منزوی، خجالتی، بی‌اعتماد به نفسی باقی میموندم که در کنج اتاق سعی میکردم به رویاهای خودم فقط فکر بکنم تا اینکه بخوام به عکاسی فکر بکنم. و به نوعی میتونم بگم که من به عکاسی مدیونم و اتفاقات خیلی عدیده‌ای هم در این مسیر برای من افتاد که اگر بخوام به صورت گزینشی بگم تعدادش خیلی زیاده. یعنی میشه گفتش من باعث رسیدن 2 تا آدم به همدیگه شدم. من آخرین عکس پورتره از پدر یک خانواده رو گرفتم که هفته بعدش متاسفانه از دنیا رفت. من شیرین ترین لحظه زندگی یک شخص رو که لحظه دیدن فرزندش بعد از اینکه به دنیا آمده بود رو عکاسی کردم. من از آدمی عکاسی کردم که خودش اذعان داشت که مدت هاست پیش روانشناس میره و دچار افسردگی حاده، ولی طی اون 1 سالی که به صورت روتین هر هفته یا هر 2 هفته یا هر ماه پیش من عکاسی میکرد و با دیدن عکس‌های خودش حالش بهتر شده بود و به نوعی الان که تقریبا حالا میشه گفتش 10 سالی از عکاسی به صورت حرفه‌ای از عمر کاری من میگذره، احساس میکنم که من یک رسالت خیلی بزرگی رو به عهده داشتم و این بار مسئولیت سنگینی که رو دوشم بود رو کاملا حس میکنم. اگر بخوام به یک نتیجه‌ای برسیم از این صحبت، اینه که دوستانی که به خصوص در عکاسی پورتره، در شاخه عکاسی پورتره دارن فعالیت میکنن، بدونن و آگاه باشن که عکاسی پورتره صرفاً گرفتن یک عکس و یک تصویر از یک انسان نیست. خیلی از مواقع شما با یک فریم عکس میتونید اون لحظه رو برای اون شخص به صورت فریز نگه دارید که دیگه تکرار نمیشه. چطور شما میتونید لحظه مثلا برنده شدن یک شخص در یک تورنمنت رو یا به دنیا آمدن یک فرزند رو
یا در آغوش کشیدن یک مادر و فرزند در یک برهه سنی رو چجوری میتونید دوباره تکرار کنید؟ اصلا خاصیت زمان به همینه. زمان در حال حرکته، مثل یک قطاری که روی ریل داره با سرعت حرکت میکنه. شما لحظه‌ای که از این قطار عکاسی میکنید، اون برش از زمان رو تونستید فیکس بکنید و ثابت نگه دارید. خیلی از مواقع شما نگاه میکنید و میبینید که یک عکس از پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا عزیزی از ما 50 سال رو دیوار خونمونه و انگار که هر روز داره اون آدم به ما نگاه میکنه. این چیز خیلی ارزشمندیه و توصیه‌ام اینه به دوستانی که در عکاسی پورتره دارن فعالیت میکنن شغلشون رو خیلی جدی بگیرن. دست همتون رو میبوسم واقعا، چون شما هم مثل من لحظات خیلی شیرین رو در کنار افراد مختلف تجربه کردید و میشه گفتش که به نوعی من بعضی موقع خودم رو سهیم میدونم توی اون شادی یا خدا نکرده غم افراد. میگم من مشتری هایی داشتم، حالا اسم مشتری شاید نگم بهتر باشه، من دوستانی داشتم که ازشون عکاسی کردم و حال بدی داشتن. بعد از اینکه عکسشون رو دیدن همون روز شاید طرز تفکرشون، نگاهشون به زندگی عوض شده. نه اینکه من این کارو کرده باشم، این رو هم بگم، خدای نکرده هم ببر خودستایی نباشه، این قدرت عکاسیه به نظر من. قدرتی که شاید الان دعوام نشه با بقیه شاخه‌ها، نمیدونم، شاید در مابقی شاخه‌های هنر به این قدرت وجود نداشته باشه، به این تعالی نرسیده باشه. با وجود اینکه یک تصویر ویدئویی متحرک میتونه خیلی جذابتر باشه از یک عکس، یا شاید اینجوری مثال بزنم، در طول روز، در طول ماه، ما بارها و بارها میایم از وقایع مختلف زندگیمون با وجود موبایل ها میایم تصویر برداری میکنیم، نمیدونم فلان جایی که رفتیم، فلان نقطه‌ای که بودیم، یا فلان دوستی که در کنار ما بوده، اما در نهایت توی آرشیو گالری هامون که میگردیم، اون عکسی که در کنار یک عزیزی گرفتیم ساعت میتونیم چند ثانیه بهش نگاه بکنیم و ذهن ما پرواز بکنه به یک نقطه دیگه یا به اون لحظه‌ای که اونجا اتفاق افتاده. چون ذاتاً انسان خیال پردازه، قبلا هم گفتم البته، و دوست داره که خیال پردازی بکنه، دوست داره که ذهنش بره اون جایی که این عکس رو گرفته. و میتونم بگم من خیلی خوشحالم از این که تونستم تو زندگیم این مسیر رو انتخاب بکنم. نمیدونم تا کجا میتونم این کار رو ادامه بدم، اصلا هیچ کس نمیدونه، یعنی هیچ کس از عمر خودش خبر نداره، اون اندازه عمر خودش خبر نداره، ولی من احساس میکنم تا اینجای کار شانس اینو داشتم که از خیلی آدمو عکاسی بکنم. شانس اینو داشتم که بعد از عکاسی با آدم‌ها دوست بشم، باهاشون حتی ارتباط عمیق داشته باشم، یعنی باهاشون رفت و آمد حتی خانوادگی داشته باشم. من از طریق عکاسی تونستم، حتی اینم بگم، تونستم روند زندگی یک شخص رو دنبال بکنم. اگر اینو بگم خودشم میبینه مطمئنم جالبه براش. من از دوره نامزدی یک شخص، یعنی 2 نفر، تا ازدواجشون، تا بارداری خانومش، تا به دنیا آمدن فرزندش، تا همین الان که فرزند چیز در حدود 4 سالشه، دائما عکاسی کردم و میشه گفتش که انگار
این عکس ها مثل یک پرونده بخشی از زندگی این انسان هاست و من تونستم این پرونده رو در خانواده 3 نفره‌ای که داشتن دائما باز بکنم، یه عکس بهش اضافه بکنم و دوباره پرونده رو ببندم و این برای من خیلی جذابه و افتخاره برای من. به نوعی میشه گفتش که من به عکاسی مدیونم. نمیدونم اینو قبلا گفتم دوباره تکرار دارم نمیدونم، ولی مدیونم از این بابت که احساس میکنم اگر عکاسی نبود برای من اتفاقات خیلی بدی میافتاد. فارغ از این که خب من توی شاخه‌های دیگه هم فعالیت میکنم، اما عکاسی پورتریت برای من نجات بخش بود. اگر همین الان و همین امروز اتفاقی بیفته که کلا دیگه همه چیز تموم بشه، باز من احساس میکنم که کار خودمو کردم و عکسایی که باید میگرفتم رو گرفتم و این برای من خیلی خیلی جذاب و رضایت بخشه. خیلی ممنون که دومین قسمت از سری ویدیوهای من رو در یوتیوب دیدین. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، زندگیتون پر از عکس‌های جذاب و لحظات شیرینی باشه که ازش عکس میگیرید. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.